تالار با شکوه صحنه‌های رقابت جهانی خود را احساس میکنند. مخلصان و علاقمندان و البته ورزشگران، مربیانی که اینجا هستند در تالارهای با عظمت با شکوه خارج از کشور بودند، ولی در اینجا احساسی واقعا خوبتر خواهند کرد. ظریف نظریف داوری درجه بین المللی که در این رقابت های جام پرزیدنت جمهوری منصفانه و بدون طرفگیری از روز اول داوری داشت و رقابت نهایی را محض همین یگانه داور درجه بین المللی که فعلا در همین رقابت ها به صفت داور هست داوری خواهد کرد یا قضاوت خواهد کرد و یک لحظه توقف در رقابت نهایی هست. و همین ترتیب این دو چهره که هم اکنون مشاهده می‌فرمایید بیننده های عزیز، گلچین از نکات جذاب و برجسته آنها را با هم ببینیم. این رقابت نیمه نهایی بود که تیمور رحیموف حریفش از ازبکستان را مغلوب کرد و این قبلتر از آن اوچیمت اوج اعلا بود که بسیار جذاب و دیدنی اجرا شدند و قبلتر از آن نیز تیمور رحیموف عملکرد جذاب داشت. این ورزشگر جوان و امیدبخش تاجیک واقعا طی چند سال اخیر که در صحنه رقابت‌های جهانی از خود درک داد و بازی‌های المپی توفیل هنر و استعداد خودش را خط گرفت و شایسته رقابت کرد و همونطور که استاد علی شریفی هم اشاره کردن، ولی با یک حریف با قدرت در رقابت اول در بازی‌های المپی دست به گریبان شد. بی‌تکرار توجه میکنیم چگونه تیمور رحیموف این مرحله را طی کرد. در یک دور زود بود، در دور دوم دولت نظریف را شکست داد. در رقابت چهار یک نهایی پهلوان بلاروس رو هم از صد راهش با آسانی برطرف نمود. بختیاروف را پهلوان ازبکستانی را در واخوری نیمه نهایی شکست داد و با این مرحله به دور نهایی برآمد. انتون برچیوف این پهلوانی که در رقابت اول هم نماینده تاجیکستان، در دور دوم هم جورایف اوزودبگ را مغلوب نمود، در رقابت سوم فردوس نسیموف را مغلوب کرد و در رقابت چهارم باز هم آلتیبایف را در واخوری نیمه نهایی مغلوب نمود. یک پهلوانی خیلی معروف بکمراد آلتیبایف که کس گمان نداشت. مخلصان هم این فرصت این لحظه را انتظار نبودند، همین طرز شد و اکنون میبینیم که در میدان امروزه تیمور با این ورزشگر قوی فدراسیون روسیه چی کار را انجام میدهد. در دقیقه اول اکنون پهلوان ما به هجوم گذشت و نماینده روسیه اندک عقب نشینی دارد و کنار میجوید. آسیب دیده باشد یا چگونه که الکی در مبارزه شدید تیمور تا آوردن نتوانست، اما رقابت را ادامه خواهد داد. تیمور بسیار هم جوان با تمکین شیدا میگیرد پهلوان فدراسیون روسیه. تیمور اکنون از این حالت از دقیقه اولی که خیلی رجوع کرد توجه نمود برای فشار آوری در مقابل انتون. اکنون این آخری کار نیست، اکنون ابتدایی که چند دقیقه اول و تیمور دیگر بار هم بسیار پیش با یک حرکتی خیلی بهتر رو باز هم میتواند حالا ببینید و پای راست تیمور که درست است. بسیار هم حمله هایش بهتر است. نماینده فدراسیون روسیه اکنون جدی به دفاع گذاشت. جدا تیمور رحیموف ببینید ساتوگاری را استفاده کرد. در همون لحظه اول موفق شد همون حلوک بیرونای معمولی گشتین ملی ما در بخشی اصلی کامی وزن از چنگ او رها یافتن در گمان خواهد بود. به همین ترتیب تیمور رحیموف امروز بسیار شایسته پیروزی به دست آورد و یک نکته را می‌سازد یادآور شد که تیمور رحیموف از زمره ورزشکاران سنگین وزن تاجیک که در رقابت‌های جهانی از خود به صفت یک ورزشکار شایسته و با استعداد درک داد. یعنی هر پیروزی به دست آورد دیگر جای شک و شبهه برای هیچ داور نبود. یعنی با 3 شید و
با یگان حرکت تاکتیکی وقت کشی نکرده فقط به حمله میگذاشت. برانچیف هم ادای احترام گذاشت. بله بسیار هم تیمور رحیموف در این فرصت هم بسیار جوان مردانه عمل رفتاری شایسته کرد که نسل آینده هم تماشابین هم یک فرهنگ فراستی و انسان کامل بودن این چهره را دیگر باره ثابت میکنند. بله این نکته مهم جودو فلسفه جودو هست که واقعا باید هر یک ورزشگر دارای آن باشد. بله صمیمانه این چهره را مظفریت تمام مردم تاجیکستان را در هشتمین مسابقه بین المللی تبریک میگویم که البته جایزه های ارزنده اگر در حیات دستوی هم اگر ما اینجا توجه خلاصه‌گیری دستاوردهای 3 روزه این پهلوانان کنیم منتخب تاجیکستان و در این زمینه اول مشرف گردید و پهلوانان دیگر نتوانستند که البته از ما اندک افضلی و برتری داشته باشند. هر دو پهلوان هم با صمیمیت با صداقت شایسته دستفشاری کردن و واقعا هم فلسفه غنی جودو رو ما در اینجا دیدیم و امیدوار هستیم که در رقابت‌های سال‌های آینده این مسابقات با شکوه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با حضور بیشتری ورزشکاران از کشورهای همسایه و جهان برگزار می‌گردد، همان گونه که در سالهای اول ببینید حدود 20-22 کشور اشتراک میکرد پهلوان‌هایش در آنجا و جذابیت بیشتر بود و همین گونه مسابقه ها هستند که آهسته آهسته به جام آسیا یا کوبک ایژا برگزار میشن. بعد از آن بر رقابت های تقویمی جهانی جودو شامل میشوند که واقعا نفوذ و در سراسر دنیا باز هم بلندتر خواهند بود.